موندیال نمای دیگری از جسارت انسان. درود بر شما. دور یک هشت‌نهایی هم در جام جهان به انجام رسید و واقعا این جام جهان مسابقه شد که خیلی مخلصان فوتبال را در حالت استرسی قرار داد. از جمله من وضع مخلصان منتخب آلمان و اسپانیا را خوب درک میکنم. مصاحب من امروز امید مرزبان از بخش افغانستانی رادیوی آزادی هستند و امید، بود بازی که شما رو در حالت استرسی قرار داد؟ امروز من فکر میکنم باید تو رو بپرسی که آیا بود بازی که استرس نداشت. ببینید از حذف شدن آلمان تا به حذف شدن اسپانیا تا به حذف شدن ارژانتین، از پرتغال، همه از دوره این مسابقات همه خبرساز بود. حتی بازی شب گذشته که بین ژاپن و بلژیم هم بود، یک شوک برقی بود تقریبا به همه مخلصای فوتبال. 2-0 ژاپن پیش و سپس بلژیم با توانایی خاص خود آمد و 3-0 بازی را ساخت. من فکر میکنم همه این بازی ها پر از استرس و فشار بود. و شما با کدام راه با کدام اصول همین استرستان دور میکنید؟ بسیار سخت است استرس دور کردن، ولی ممکن است یک پیاله چای سیاه خیلی کمک بکنه. همزمان هم دیدن تکرار بازی گاه کمک میکنه که خب بازی رو به تکرار میبینی تا آهسته آهسته همون فضا از دل و قلبت بیا بیرون. مخلصان منتخب انگلیا یک راه دیگری رو پیدا کردن برای دور کردن استرس های خود. بیایید گزارش ما رو تماشا میکنید. نبضتان سخت‌تر میزند، فشارتان بلند شد، هیجان زیاد دارید. پس تماشای جام جهانی را مانند و فوتبال سگ‌ها را تماشا کنید. این توصیه مشترک طبیبان قلب و شرکت فرشپت است که برای جانوران غذا استحصال میکند. شرکت مذکور از طریق فیسبوک هنگام یک بازی مهم انگلیا بازی فوتبال 3 سگ بزرگ بولداگ باز سگان خرد را نمایش می‌دهد. در این بازی بسیار هیجانی نمی‌شود، زیرا رقیبان گاه یکدیگر را فراموش می‌کنند و سرگرم خوردن خوراک می‌شوند. طبیب دل جف فاستر میگوید اگر بسیار هیجانی شدید فوتبال سگ‌ها را تماشا کنید. اما مخلصان انگلیس که تیمشان روز سه‌شنبه با دسته کلمبیا بازی کرد به هیجان و فشار روانی آماده‌اند. مخلصان از انگلیس در روسیه زیاد نیستند، چون مناسبت سرد بین بریتانیا و روسیه به حضور آنها در مسابقات تأثیر گذاشته است. گزارش‌ها درباره احتمال حمله مخلصان هم آنها را ترسانده است، ولی آنهایی که آمدند از میزبانی حیرت زده شدند. در لندن بسیاری ها درباره جنجال های بعد فوتبال می گفتند، ولی ما این را ندیدیم. همه مهربان هستند. روس ها آمده با ما آغوش می گیرند و صحبت می کنند. گاهی مشکلی ترجمه پیش می آید که یگانه مشکلی است. من یگان ذره نگران نیستم. از این حادثه های وحشتناک هیچ ترسی ندارم. اگر پوتین خواهد که همه چیز خوب باشد، خوب می شود و ما این را می بینیم. از 8 گروه 16 دسته که در دور یک هشت‌نهایی اشتراک میکنند معلوم شدند و رقیبان خود را هم دانستند و فهمیدند. به نظر شما این دسته هایی که به دور پلی آف برآمدند پیشگویی شونده بودند؟ تعداد خیلی کمشون قابل پیشگویی بودن. به طور مثال بلژیم به نظر من پیش از این پیش بینی میشد که ممکن است از گروه خود بره بالا. انگلستان همچنان. از طرف دیگه تیم فرانسه هم زیاد چانسش داشت که بره بالا و برزیل. در غیر او تیم های بسیار کلان دیگه که شما شاهدش بودیم حذف شدن و به این دور راه نیافتن. دسته برزیلیا به دور یک چهارنهایی مسابقات جام جهانی راه یافت. بازی این دسته با تیم منتخب مکزیک که روز دوشنبه در شهر سمارا برگزار شد با حساب 2-0 به حساب برزیلیایی ها به پایان رسید. گل ها را نیمار و روبرتو فرمینو به هدف رساندند. خودم را خوب حس میکنم، ولی تا انجام بازی قریب سکته دل شوم. بازی بسیار مشکل بود. تلاش کردیم، کوشش کردیم و در نهایت به غلبه دست یافتیم. رقیب برزیلیا در دور یک چهارنهایی بلژیم شد. این دسته در دور یک هشت‌نهایی با ژاپن بازی داشت و بر حساب 0-2 غلبه به دست آورد. یک دنیا احساس. ما زیاد استرس داشتیم. 0-2. این باور نکردنی و غیر واقعی بود. ژاپنیا قوی بودند، بی‌رحم بودند، اما با این همه به هدف رسیدیم. بازی میان دسته های بلژیم و برزیلیا در دور یک چهارنهایی روز 6 ایون در شهر قزان برگزار می شود. و در دور یک چهارنهایی واقعا ما جفت‌های رو می بینیم که قرار است یا بسیاری ها انتظار داشتند در دور نهایی رو برو می شوند از قبیل برزیلیا و بلژیم و یا
فرانسه و اوروگوئه. فکر میکنید جالب ترین جفت در این دور کدام جفت است؟ اگر من بخوایم بازی را بدون هیچ به اصطلاح ما پلک زدن یا چشم به هم زدن ببینم، بازی برزیل و بلژیم خواهد بود که بازی خیلی جالب است. بازی فرانسه و اوروگوئه هم نمیشه دست کم بگیریم، یکی از بهترین بازی هاست، چون فرانسه یک تیم خیلی جوان و تیز و سرعتی داره. طرف دیگه تیم اوروگوئه همچنان با ستاره‌های قوی و پر از حرکت مثل کاوانی و مثل سوارز آماده گل زدن هستند که تا به حال نتایج خوب هم دادن. این دو بازی خیلی بازی جالب خواهد بود. بعد انجام دوری گروهی و بازی اوروگوئه با پرتغالیا، بسیاری مخلصان پیشگویی میکنند که اوروگوئه قدرت دارد که فرانسه رو مغلوب کند در دور یک چهار نهایی با تکیه به خط دفاعی خیلی مستحکمی این دسته و حملهگرانی بسیار با مهارتش. شما چه نظر دارید در این مورد؟ من فکر میکنم هنوزم تیم فرانسه تیم قوی تر است، مخصوصا با اینکه مهاجما یا حمله کننده های خیلی سریع و تیز دارن و این امکان از به وجود میاره که دفاع اوروگوئه برای یک لحظه غفلت بکنه و همون ضد حمله را که اینا استفاده کردن در مقابل آرژانتین، تیم فرانسه به احتمال قوی در مقابل اوروگوئه هم موفق خواهد شد. ولی این بازی هم بازی یک جانبه نخواهد بود. بدون شک اوروگوئه هم گپ برای گفتن داره و به احتمال قوی اوروگوئه هم یکی دو گل میزنه و احتمالاً گل میخوره. خیلی سخت است پیش بینیش، ولی من فکر میکنم ترکیب تیم فرانسه اندک قوی تر و نیرومندتر است نسبت به تیم اوروگوئه، گرچه من طرفدار اوروگوئه خود بودم. و یک جفت دیگر خرواتیا و روسیه. کسی انتظار نداشت که روسیه به دور یک چهار نهایی راه مییابد. بیاید یک گزارش ما رو تماشا میکنیم و بعد در همین باره صحبت ما رو ادامه میدیم. بسیار خوب. تیم روسیه در تمرینگاه نوگرادسک در نزدیکی مسکو با سبقت با تیم خرواتیا که شنبه این هفته برگزار می شود آمادگی می بیند. بعد از مغلوب کردن تیم اسپانیا، بار اول است که تیم روسیه به دور پلی آف می براید. به نظر می رسد تیم و سرمربی آن از این نتیجه قناعتمندند. با فکر مردم را مطمئن کردیم که سزاوار باوریشان هستیم و می توانیم از روسیه در جام جهان نماینده سزاوار باشیم. دروازه‌بان دسته روسیه ایگور اکینفیف که قهرمان بازی اخیر روسیه با اسپانیا بود میگوید غلبه آنها را بیخود نکرده است. آن بیگاه یک بزم خصوصی داشتیم، لیکن این غلبه تاریخ گذشته شد و ما می‌خواهیم تاریخ آینده را بسازیم. بازی روسیه و خرواتیا در شهر سوچی برگزار می‌گردد که هوایی نم دارد. اکینفیف میگوید هوا آنجا فرق کند هم به بازی خوبی آنها خلل نخواهد رساند. ما در شهرهای گوناگون روسیه در مسابقه‌ها اشتراک کرده ایم. ما در کراسنودار بودیم، در مسکو هم، اینچنین در منطقه‌های سرد کشور. برای همین باد و هوا مانع نمی شود و فکر می کنم به بازی ما خلل نخواهد رسونید. خب بازی خرواتیا و روسیه هم بازی جالب خواهد بود. اگر مثل بازی قبلیش روسیه اتوبوس خود بیاره و دم در خود ایستاد بکنه، خیلی سخت خواهد بود به ستاره‌های مثل منجوکیچ و ایوان راکیتیچ و لوکا مودریچ که دروازه تیم روسیه را باز بکنن. اما فوتبال هست، در نهایت آخر نتیجه مهم است. و تیمی که خانه میره تیمی هست که باخته، نه و تیمی که خوب بازی کرده. در بسیاری موارد که ما شاهد بازی روسیه با اسپانیا بودیم، ولی تیم خرواتیا را هم یا خرواتیا را باید دست کم نگیریم. تیمی هست که فرصت ایجاد میکنه، از اشتباهی خیلی کوچک ممکن است استفاده بکنه و گل بزنه. هرچند این بازیش در مقابل دنمارک خیلی زیر سوال رفت برای اینکه یک مساوی شد و بعد در نهایت با بسیار مشکل با ضربات پنالتی بازی را برد، در حالی که خیلی زیاد میتونست یا امکان ازی بود و احتمال ازی وجود داشت که تیم خرواتیا دنمارک را شکست بده بدون از اینکه بازی بره به ضربات پنالتی. مثلا در هیئت دسته خرواتیا طور شما گفتید بازیگران نامدار ستاره‌های فوتبال لوکا مودریچ، ایوان راکیتیچ، ماتئو کوواچیچ، منجوکیچ و دیگران هستند. و بعدی به انجام رسیدن دور گروهی و دور یک هشت نهایی شما می توانید یکی از بازیگران منتخب روسیه را گویید که واقعا بازی ارزنده نشان میده؟ من فکر کنم دروازه‌بان روسیه یکی از بهترین ستاره‌ها بود این بار و نتایج در بسیاری موارد ممکن بود تغییر بده و بدون شک نتیجه هم داد. تلاش‌ها و زحمت‌هاش توپ‌های خیلی خوب را دفاع کرد و در نهایت همزمان نه تنها دروازه‌بان خوب بود بلکه از پشت تیم خود را خوب میدید و به اونا در بسیاری موارد میگفت که کجا خالیگاه هست که باید
کنترل شود و باید به طرفش توجه بکنن دیگه بازی کنه. به نظر من تیم در بازی روسیه من خیلی علاقه‌مند دیدن دوباره دروازه‌بان تیم روسیه هستم. تشکر برای صحبت. تشکر.